بر اساس آخرین گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ترکیه در 8 ماه متوالی از ابتدای 2020 میلادی ایرانی‌ها در سطر خریداران مسکن در این کشور بودند. این یعنی میلیون‌ها دلار از کشور در شرایط وخیم ارزی خارج شده است. قیمت ملک در ترکیه رو به رشد بوده و در یک سال اخیر حداقل به 2 برابر قیمت سال قبل خود رسیده است. حداقل قیمت خرید خانه در ترکیه $100,000 است. بسیاری از خواننده‌های لوس آنجلسی هم به طمع و سودای خرید خانه به کشور ترکیه آمد و شد دارند. اما ناگفته نیست که افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری ملکی در ترکیه و خرید ملک برای اخذ تابعیت این کشور باعث شده که افراد سودجو برای سرمایه و اموال متقاضیان برنامه‌ریزی کنند.